عبدالرحمن ایونبکov برادرزاده تولی بیانبکov یکی از فرماندهان غیر رسمی ولایت مختار بدخشان کوهی بعد پرسش آزاد شده است. مقامات قبلا خبر داده بودند که 15 اکتبر عبدالرحمن ایونبکov در پی مقابلت با کارمندان پلیس همراه با 4 نفر دیگر بازداشت شد. تولی بیانبکov امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت معلوم شده است که برادرزاده‌اش سرخوش نبوده است و بنابراین رها گردید. تولی بیانبکov در مورد پاسگاه‌های شهر خاروخ هم صحبت کرد. Bos molagi ama ki kur kastan, bet samo rozisku khati kur kastan ya pichant diga moldastan. Ashkas diga moldastan u posto baramon moldastan. O ashkas diga viran diga mo guftan kama in sho miran diga 15 taraf tarozku ash diga moldastan 22 ta buchtan. روز 16 اکتبر بعد یک ماه انتخاب رئیس جمهور در شهر خاروخ جلسه حکومتی ولایت مختار بدخشان کوهی برگزار شد. امام علی رحمان ماه سپتامبر در ملاقات با مقامات، فعالان و ساکنان بدخشان از وضع فعلی ترتیبات در ولایت و بخصوص شهر خاروخ به شدت انتقاد کرده بود. تنقیدهای پرزیدنت بر ریدها و عملیات انتظامی یک ماه سبب شد. در این عملیات مردم و گروه‌های جنایت پیشه به خلع سلاح وادار گردیده، ماشین‌های 36 و بی‌رقم بازداشت شدند.